این چند سال چهل گذشت و چگونه شما پسر کردید با این سن سال خوردگی وزنین بود همالی گفتم که همین خیلی انا اول یا جوش بکن دیگه میشه دیگه مرحمت اوزو گفتم همونجا من دقیقاً دیگه گفتم که همینجا ده همون زندان خوبه انا کمیته سعی مسئولم که دانش اونا من مثال داوجا من که چندین سوژه دوره دکتر نمیخورم فقط یک بار نمیم قصاصیم یک 5 اکول گرفتم تمام دیگه من از سلامتیم شکایت نکردم در همون جا همه خیلی حیاتمون میگذشت که آخه یکم عذاب که نبود. امک جان حسن‌الدین بعد از بازداشتی علاوالدین به محبس کشیدن یا که پیش از باید در شنبه که این واقعه شد چی واقع شد؟ همین که بچه ها را چی کردن شد انا این 19 سپتامبر و پیر 19 سپتامبر این واقعه می شود اول مثال پیش ای دهم رفته بود همین روز دهم یا 11 ورزش میرن 19 بعد چی می شود این واقعه می شود باید در شنبه بود دیگه نبود. با علاوالدین شد شما درک داشته که چی واقع شد و چرا این خیلی وقت میگم که اصلا قد خیزم نداشتم قدشم نداشتم انا که چی میشه استرو میشه گفته هم یار بعد همینجا اوضاع پنج شد که این همه خیلی در چین در کامرون ده یا ماشین زدن همین چند سالداتی خیمه ده گرفتن برفتن. شما از همین شما حالی گفتید که برای اونکه شما خبر نداده اید شما را به حبس کشیدن شما واقعا خبر نداشتید یا نه دیدیم باش نمیدیم که انا خیلی انا چی شده این همین در همینجا آوردن وقتی که میپرونن شو من درک نداشتم پای رفتم غرم همون بوجا همونجا اومده و چیکار داشتم با گشت اومدم بعد گفتن که مظفر نایب گفت که همینجا بود برفت همینجا آواز تیر میشود و بچه همسایه میگه که همینجا انا سردتو مشق دارم. مقامات سعودی میگوید که شما خبر ندادید درباره فعالیت این گروه هایی که سلاح به دست بودن در اینجا و برای همین شما را با همین سطح اول ورس میکنن اول با همین سطح چخیل بود همین انا و خیلی مثال در خونه بودیم انا دیگون مساعد و دیگون گفت من نمیشستم یگون گفت من نمیدونستم که اینا چی کار میکنن استرو میکنن اینا اونان علاوالدین هم به شما مسئولیت هم نمیکرد نه 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 یگو وقت خب میگم که بعد هم یا وقت گفت که با قشتانی تن احتیاط کنی اینا این نسبتی کار گپ و همه حرکاتش و چوشو یگو وقت منم قصد گپ نمیزدم و هم نمیگم خب با ما هم تمنیم که نمیخوایم انا نه بنا میخدم نگفتیم همین نسبتی هم با هم دیگری ما همین ما نکردیم. اما حالا برگردیم به مسئله اون محبس شما میگید در اونجا هیچ عذاب چی نکشیده لیکن همه شرایط ما کتاب و همین بروشور و همش گازیت همش میوانم جب میخوندم میشتم من میگم که من فدرال که نبرمدم انا پرایویر که نبرمدم همین یک کمیسه میشید و میگفتن که مسید برای که سرداری اپرانش با اکای ضرور نیست ضرور هم دخواه دیدم ضرور دخواه میبینم یا شب که انا میگم مظفر بدرو میدروم همین پرزیدیوموری الان خیلی سالمدگی همه کلانتراش دگنه انا میگه چیزی های همه های مصفید و کمپیر لامنم وای بوم وای بوشم وای اچما خدای تو بکرم مظفر چوب نوکه که داد چوب میگردن همینجا دپش میچختن کلمش عذاب داده زورو میگه عزت الله شریف اکا همونجا همین زوروت میگفتن میگم اکا هم تا نگاهشو کردم میگم هیچ کلمه هیچ نگفته هیچ کن دیده سنی باید میگه باید میگه که خب برا ایتا زدن یا که عذاب دادن یا که نکردن حالی که به آزادی برآمدید چی زندگیتون چقدر گذشته ایستاد از این دوره پیری خدمت رو میگه که ای بنده تو غم نخور غم خورد منم در این جوان یارد منم خدمت الله روز گذشته شده اما که اکه مثال تو با کتگری نیو باشی نیو نه که آخید همه روز گذشته شده نگاه بین این نبیره ها فرزندا این نبیره هایی که از علاوالدین ماندن از حسن‌الدین حال هستن اینا
همش میگم که 22 کسان 22 همین این میرا تو زنکو تو مردکو تو چیو انا این هم بچه‌مون درسی های دستوشید پرس و دعید قربون دو خالت آورده پول میفرستنده همین دنیا و تجی امانی باشد روز میگذره